در هنگام فتح خیبر اندک پیشتر بتوزیم، برای اون که وقتی سخن گفتیم باید دلیل داشته باشیم، دلیل نداشته باشیم با صد دعواگر است. هنگام فتح خیبر یک زن یهودی با نام زینب بنت حاریث، زن سلام ابن مشکم که سرور یهودی های خیبر بود، یک گوسفند را آماده کرد، گوسفند را پخت، در داخلش زهر انداخت، با زهر آمیختش کرد، با زهر حلاهیل، و برای رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد هدیه کرد. حضرت صلی الله علیه و سلم تنها نمیخورد، از همین خاطر بشر ابن برا ابن معرور که یکی از همون محافظاش بود، او را دعوت کرد که بیا در نزدم بشی همراه بخوریم. حضرت وقتی که لقمه را در دهنش انداخت، همون لقمه گواهی داد که یا محمد صلی الله علیه و سلم من مسموم هستم، زهرآلود هستم. از این خاطر حضرت همون لقمه را از دهنش انداخت، نخوردش. اما بشر ابن برا ابن معرور رضی الله عنه شهید شد، همون زهر خورد شهید شد، همون طعام. امام بخاری روایت میکند لما فتحت خیبر اهدیت للنبی صلی الله علیه و سلم شات فیها سم. در فتح خیبر، در سال فتح خیبر برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک گوسفند آوردن که با زهر آمیخته و آلوده بود. فقال النبی صلی الله علیه و سلم اجمعوا الی من کان ها هنا من یهود. گفت همه یهودی ها را جمع کنید، کدامش زنده مونده است، در اسارت است، کی است، که همش یک جمع کنید. فجمع له فقال اینی سائلکم عن شیء فهل انتم صادقی عنه. وقتی جمع آمدن حضرت گفت ای یهود، یک چیز از شما میخوام سوال کنم، راست میگین؟ من به گپ شما باور ندارم. آیا شما همین گپ من به راستی جواب میتین؟ گفتن نعم یا ابوالقاسم. بله گفتن ای ابوالقاسم، ما اسیر شدگیم، دیگه میتونیم که دروغ بگیم؟ دروغ گفتن نمیتونیم که قائل بشیم. گفت هل جعلتم فی هذه الشاة سما. در همین گوسفند گفت زهر انداخته بدید. مقصد که همون زنک به فرمان شما همین کار کرد، اون از پیش خود نمیکنه کو. گفتن نعم بله. گفت فما حملکم علی ذلک، چی چیز شما را وادار کرد که همین خیانت کنید؟ آخه من بر جان شما ترحم کردم، امان دادم بر شما، چی چیز سببگار شد که شما همین عملی شما انجام دادید؟ من که در قصد جان شما نیستم، من شما را کشتنی نیستم، من شما را از ملک تو پیش کردنی نیستم. و بله شیطنت مردم، حیلگری مردم. در جواب چی گفتن؟ گفتن اردنا این کنت کاذبا نستریح و این کنت نبیا لم یضرک. گفتن ما قصد کردیم که همین را زهرآلود میکنیم، به تو پیشکش میکنیم، اگر تو دروغگو باشی و پیغمبر نباشی جان ما از تو خلاص میشود، اما اگر پیغمبر باشی این به تو ضرر زیان نمیرساند. حیله را بینه سبحان الله، تا کدام درجه مکار و حیلگران جنایت کردیم با خشونه سفید کردستیم. اما با ببینه که بعد از او که دریافتن که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر بدست، همیشه یک معجزه شد که لقمه خودش شهادت داد، بعد او را میمونه آوردن کسافتو، باز در همون دین یهودی خودشو باقی موندن. واقعا تاریخ شاهد حال است که کار و رفتار این مردم به همین زیل همین شکل بود، حیله های زیاده میکردن. اما آخر با او حیله و نیرنگ شو ما و شما مردم کم اعتقاد و ضعیف ایمان فریب میکنن. محمد صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی آن حضرت که از مکتب محمدی تعلیم گرفته بودند و تعلیم میگرفتند، اونا را فریب کرده میشود. حضرت مولوی یک قصه آورده است در مثنوی شریف. مرتضی را دید روز یک جهود، کوز تعظیم خدا آگه نبود. گفت خود را اندر افکن هین زبام، و اعتقاد کن به حفظ حق تمام.
تا یقین گردد مرا ایقانی تو، اعتقادی خوب با برهانی تو. یک روز میگوید یک یهودی نزد حضرت علی اومد، گفت یا علی واقعا تو بسیار آدم دانشمند و عاقل هستی، خداپرست هستی، من عبادتی تو را میبینم، توکلی تو را به خدا میبینم، دلم گم میزنه. گفت بیا بالای بام برو یا مختصرکی پرتو، توکل تا به خدا کن، اگر اجلت رسیده باشه میبری اوخی، خود ای بالای بام باشه خود در درون خونه، نه که اگر اجلت نرسیده باشد خدای تعالی تو را محافظتت میکنه کو، همه از خدا است، به مشیت خدای تعالی یا برگ از درخت نمیافته، و تو را که اجل نرسیده باشه به افتیدن از بالای بام چیز نمیشه. شیطان ها ببینه تا یقین گردد مرا ایقانی تو، اعتقادی خوب با برهانی تو. شاید اگه به عقل ما میشید به پرید میزد سر گردنش میده میشید. پس امیرش گفت خاموش کن برو، تا نگردد جان تزین گفتن گرو. تا بدبخت پیر تکه گفت تیز گم شو که میزنم سرت از بدن می اندازم. بنده را کی زهره باشد کس فضول، امتحان حق کند ایگی چی گل. یه رد در گور گفت بنده چه حق داره که خدا را امتحان کنه؟ کسافت ملعون، اجلم که رسیده باشه و میرم خود به این بلوی بومه پرتون، نه که اجلم که نرسیده است خدای تعالی عقل مکار فرموده است، دیمونم میرم خود به این بلوی بومه پرتون. بنده را کی زهره باشد کس فضول، امتحان حق کند ایگی چی گل. شیخ را که پیشوا و رهبر است، گر مرید امتحان کرد او خر است. این همه شیخ استازه، پیش از او که استاز میگیری اول یک بسنجش، اما وقتی که استاز گرفتی بعدی او اگر امتحانش کردی تو انسان است، تو خری، تو احمقی. چنین وسواس آید زود زود، با خدا گرده در و اندر سجود. واقعا شک شبهه را شیطان همیشه در قلب مسلمانو پیدا کردن میگیرد. چرا این شده، چرا او شد. اگر همه خیل وسوسات که اومد به سوی خدا میگه مراجعت کن، رو به سوی خدا بیار، سجدگه را ترکن از اشک روان، که ای خدا تا وارهانم زینگمان. چنانس گریه که در وقت نماز که همون جای سجدگهت از اشکت از آب دیده تر شود، بگو پروردگارا این شیطنت ها را از قلبم دور کن. من کی هستم که تو را امتحان میکنم؟ من کی هستم که تو را راه نشان میتم که اگر خداوند کار این خیل میکردی خیل میشی، این خیل میکردی خیل میشی. آن که فرزندان خاصی آدمند، نفخهی این نازلم نامیزند. خب مسئله دیگر از قوم یهود که من بخواهم شما را آگاه بسازم این بود که واقعا این مردم از بس که در تاریخ رپکه شدگیان، چندین بارا قتل عام شدن، ضربه و لطی زیاد خوردن، از همین خاطر دلشون بسیار سیاه و سنگین شده بود. سیاه دلی بسیار قصاصگیر هستند، اما احتیاط میکنند. مثلا دشنام و حقارت و اشکار نمیگفتند، بعضی کلمه و الفاظ داشتن که دو سه نمو ترجمه میشد، هنگام سخن گفتن همو کلمه ها را استفاده میبردن. مثلا نزد حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومدن میگفتن یا محمد راعینا، ای محمد صلی الله علیه و سلم مقصد ما را رعایت کن، توجه کن به سوی ما، گپی ما را گوش بانداز. و می خندیدن ملعونا. همه کلمه راعینا اصلا به دو معنی است. یکیش همون رعایت کن جانب ما را، مقصد که توجه به ما داشته باش، اما یک معنی دیگرش حماقت است، احمقی است، از کلمه رعونت. نعوذ بالله زبانی آدم نمیگردد، احمقی ما، نادانی ما، ابلهی ما، به این معنیها ترجمه می شود. حتی علامه آلوسی در تفسیر روح المعانی معنیهاش آورده است، میگه این بدبخت یهود همه کلمه راعینا را بعضا به معنی گوش به انداز اما مشنو استفاده میکردن، و دیگر به معنی همین رعونت، دشنام و حقارت. حتی خداوند مسلمانان را از گفتن کلمه راعینا منع کرده است. در قرآن عظیم شان
خداوند متعال میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ای مسلمانان، شما راعنا نگویید، شما گویید انظرنا، یا رسول الله به ما نظر کن، یعنی توجه به سوی ما کن. همین کلمه راعنا را استفاده نبرید، فرمان خدا را گوش ببرید. این کافرای یهود عذاب دردناک اینا را انتظار است. ببینید این شیطنت و حیلت تا کدام درجه است. اصلا همین ملتی که همیشه مشت میخوره و دیگران شتم میخورد، همین خیلی بعضی حیله های نامردی در دلش پیدا میشود. دیده همین جوانی که در زیر لط شتک کلان میشود، یا یگون منیک میشود اخیر، یا یگون بلای دیگه در گرفتار میشود. اگر خدای نکرده صاحب قوه شود، این همین قدر ظالم کلان میشود که از خاص آن بدبخت قصاص میگیره. قصاص دوره کودکیش. ان همین قوم هم همین خیلی تربیه شده بودن متاسفانه. من یاد دارم یک جهود بدارم 82 محله 82 سر میتروشی. این همه هر کسی نخست دشنام حقارتش میکرد، یگون عمل اینجا میکرد، با میگفت شد رو همون گفتگیم رو. این خونش در اول میگفت است که کسی مرا حقارت کنه خودش فلان و بیسمدان، کسی مادر ما حقارت کرد مادر خودش فلان و بیسمدان. خوب در خونش میگفت است. بعد اگر کسی قطعی گپش بلند میشید و جرأت نه که گپ زنه مرد برین، شد رو همون گفتگیم، همون گپ من در خونه گفته بودم، همون واقعا عادت شو همی است. و بسیار نامردی میکردن مسلمانایی را که حقیقتا با اینا از در مصالحت و مسالمت وارد شده بودن. مسلمانایی که یهود از مشرکا، از عربای مشرک خودشو بالا میموندن، زیرا این مردم اهل کتاب هستند. مسلمانایی که نکاح زن یهودی را با مسلمان روا میدانستند، در صورتی که با عربی مشرک درست نبود نکاح، با همونایی نمیخواد حیله و نیرنگ میکردن. یا نزد حضرت صلی الله علیه و سلم می اومدن میگفتن السلام علیک یا محمد صلی الله علیه و سلم. سلام نه سام. بار حضرت صلی الله علیه و سلم گفت شما میدونید چی میگویند همین مردم؟ گفتن نه یا رسول الله، خدا و پیغمبرش داناتر است. گفت اینا میگن السلام علیک، سام مرگ است، یعنی مرگ بر تو. گفتن یا رسول الله اجازه هست که ما قصاص بگیریم؟ گفت نه، بگذارید شیطان ها را. مکار شیطان در اما حیلگر در حیله خدا گرفتار می شود، در غضب خدا گرفتار می شود. اما وقتی یک نفر شما را سلام دادن، شما نگین و علیک السلام، بگین و علیک بر تو هم. همون سام که گفت سامش در خودش می رود، روش در قلب. خدای تعالی در قرآن پیغمبرش تحذیر داد و اذا جاءوک حیوک بما لم یحییک الله. وقتی نزد تو میآیند به تو سلام میتن که خدا به تو خیلی سلام نداده است، یعنی حیله و نیرنگ میکنن. در حدیث اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میفرماید لکل داء دوا الا صام، یعنی الموت. هر درد به خودش یک شفا و یک دوای دارد مگر صام، یعنی مگر مرگ که همه اجل شفا ندارد. ببینه رفتار و کردارشو چی نوع چی طریق بود. بسیار دل سیاه داشتن. حتی کار به حدی بود که بعضا بی‌ادبی های از خود اظهار میکردن که همون عربی مشرک به خود همون بی‌ادبی را روانه میدید. اهل کتاب باید یک ادب یک اخلاق حسنه داشته باشند، اما نداشتن متاسفانه. همون قبیله بنی قینقاع من برای شما گفتم که یک بازار داشتن، زرگرای معروف و مشهور از همین قبیله بنی قینقاع بودن. در بازار بنی قینقاع تیلواری سودا میشد و بار یک زن عرب به خاطر خریدن تیلواری، این زنها در همون قدیم هم عاشق تیلا بودن، حالی هم عاشق تیلا هم، به بازار آمد. زرگر از زن خواهش کرد، گفت که رو تنشان بده. دید دستاش بسیار زیبا، در روش نقاب کشیده شده بود. گفت یک رو تنشان تکو ببینم دستاتی قدر زیبا هستن، این چهره چقدر زیبا باشه. اما این زن گفت بدبخت چی میگوی؟ من زنی شوهردار هستم. و وقتی که زن نشسته بود و
همون تفیلوها را میسنجید و میدید، یک بدگهر یهودی، همون زرگر، رومالش گرفت، نوکشه در زمین یک جا محکم کرد، گره کرد. وقتی بیچاره زن میخواست از جاش قایم شود، از بس که گره کرده بشده بود نوکش، روش برهنه شد، گردناش برهنه شد. و همه یهودی هایی که جمع آمده بودن برای تماشای این زیبا صنم، همه قهقه در اومدن، همه خندیدن، گردناش دیدن. زنم دیگه از قهر غضب صداش بلند کرد، داد و وای برداشت. یک مسلمانی بناموس همونجا از در همون بازار بدست، وقتی واقعه را دید، خنجر را کشید آمد، اون بدبخت زرگر یهودی را قتل کرد. و این بدبخت یهودی های دیگر مسلمان را قتل کردند. سبب رانده شدن بنی قینقا، سبب خار و ذلیل گشتن بنی قینقا انمی بی‌ادبی احمقا بود که نسبت عار و ناموس مسلمان ها، نسبت زنهای مسلمان ها حتی کار به درجه اومد که بی‌ادبی کردند. البته خدای تعالی بجزا نمیمونه این طایفه را. سبحان الله. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد، بار قریشی ها آمدن از یهودی ها، جمعشون کردن، گفتن ای معشر یهود، شما اهل کتاب هستید، شما خداپرست هستید، شما بین ما و بین محمد صلی الله علیه و سلم قضاوت کنید. ما بر حقیم یا محمد صلی الله علیه و سلم؟ کی به حق است؟ یهودی هایی که میدونستند که عرب مشرکند، قریش مشرکند، میدونستند که محمد صلی الله علیه و سلم مسلمان است، مسلمانایی که تمام پیغمبرای بنی اسرائیل پیغمبر خدا میدونند، حتی یک نفر اگر یک پیغمبری بنی اسرائیل انکار کرد او را کافر حکم میکنند. این نزد بنی اسرائیل آشکار بود و این پدر سوخته ها محمد صلی الله علیه و سلم از فرزندای خودشو بهتر شناخته بودند که این پیغمبر است. این چیزا میدونستند. با وجود این همه قدر تعصب داشتند، همه قدر جاهل خر احمق بودند که گفتن ای معشر قریش، قسم به خدا دین شما از دین اونا راستر و بهتر است. نعوذ بالله. یکی از علمای یهودی، اسرائیل ولفانسون گفتنی شخص، یک کتاب دارد، عرب یهود در نیم جزیره عرب، یهود در نیم جزیره عرب، در همونجا قید میکند که واقعا خطای از همه بزرگترین یهود انامین بود که این بدبختو حق نداشتن، هر چند دشمن بدن، هر چند تعصب داشتن، هر چند حسادت داشتن، اما اونا حقوق معنوی نداشتن که مشرک بر شخص موحد ترجیح بدن. اینا گفت به غضب خدا گرفتار شدگی، خداوند اینا را تار و مار کرده، پراکنده عالم کرد که مدتهای مدید دیگه سری قدرت نآمدن. خداوند متعال در قرآن عظیم شان در سوره نساء همین را بیان کرد. خدای بزرگ بیانش میکنه: الم تروا الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. این طایفه که اهل کتاب هستند اینا خیانتی به خدا کردند. خدای بزرگ میگه و اینا ایمان به طاغوت و ایمان به بت آوردیان، اینا بت پرست از خدا پرست بالا گذاشتن و نسبت شخصایی که کافر هستند میگویند که شما هدایت یافته تر از مسلمان ها هستی، از اهل ایمان هستی. خدا به غضبش گرفتار تو کند. و اسرائیل ولفانسون بعد وجد شرح توضیح داده است که چی نوع شد که یهودی ها با مسلمان ها همدست نشدن، یکجا نشدن. سببش چیست؟ چرا مسلمان هایی که تمامی پیغمبرای بنی اسرائیل پیغمبر خدا میدونن، اینقدر بزرگ میدونن، چرا مسلمان هایی که در قرآن خداوند متعال براشان گفت
ای بنی اسرائیل اینی فضلتکم علی العالمین، من شما را بر عالمیان تفضیل دادم که اکثر پیغمبرای من از میان شما هستند. چرا با اونها قدر کینه و عداوت پیشه کردند؟ با مشرکا زبان یک کرده و بر ضد مسلمانان خواستند. میگوید این کار دو سبب دارد. سبب اول انما تعصب یهود، حسادت یهود، به درجه حسود هستند، به درجه این بدبختان متعصب هستند که از غیر بنی اسرائیل کسی را قبول ندارند. هر کسی یهودی است آدم خشون است، اما کسی اگر یهودی نباشد اینا اصلا قبولش ندارند به هیچ وجه، به هیچ صورت. و چون محمد صلی الله علیه و سلم از بنی اسرائیل نبود و به فرمان اینا عمل نکرد و اینها را به سوی دین خدا خواند و کمبودی و نقصانهایی که در کتاب خدا وارد کرده بودند آشکار ساخت، اینا به شر شور بر ضد مسلمانان خط علم کردند. سبب دوم همون بدگوهری که در طینت بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل در تاریخ پیغمبر کش معروفند، ولی ما یک اصطلاح داریم پیرکش. انمی بنی اسرائیل در تاریخ پیغمبر کشند. ده ها پیغمبرای بزرگ خدا را قتل کرده، یعنی بدبختا. از این خاطر است که خداوند اینا را مغضوب علیه گفت، به غضب خدا گرفتار شدگان. ان همون پیغمبر کشی و پیرکشیشون سرایت کرده بود در وجودشون، نه فقط به محمد صلی الله علیه و سلم. این قوم با تمامی پیغمبرای خدا قریب خیانت کردند. حضرت عیسی علیه السلام تا به هنوز نعوذ بالله حرامزاده میگن. یحیی علیه السلام سرش مثل سر گوسفند بریدن. زکریا علیه السلام در میان درخت ارش کردن. ده ها و صدها پیغمبرها از دست جور اینا گریزه شده بودند. موسی علیه السلام گفتیم که نجات شد، تا به هنوز در شریعت موسی هستند، اما ما و شما از تاریخ میدونیم که چه خیانت‌های به حضرت موسی کردند. در وقت زنده بودن موسی علیه السلام گوساله پرست شدند. این قوم اینمی که قوم است، خیانتکار، پیغمبرکش، و این داغ تا ابدالآباد در بالای نامش باقی خواهد بود. حضرت مولوی قصه موسی علیه السلام میکنند. گفت موسی با یک مردی خیال که بدندش از شقاوت و زلال، صد گماند بود در پیغمبریم، با چنین انصاف و این خلقی کریم. یک روز میگه حضرت موسی به غضب آمد، یک بدبخت یکی از همین سرورای بنی اسرائیل گیر کرد. حضرت موسی بسیار غضبناک بود، یدم مشتی آبدارش زد. بعد گفت که آخه ای پدرسگ، در من این قدر تو بدگمان هستی، این قدر معجزه های من را به چشم دیدی، با وجود این قدر تو نسبت من بدگمان هستی؟ 100,000 معجزه دیدی زی من، صد گمانت میفیزود و شک زن. بجای آن که معجزه های من باور یقینی تر زیاد کردن، برعکس شک شبه در دلت زیاد نشد. ملعون. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدت از شر فرعونیان. برای آن که از چنگال فرعون نجات بیاورد، من گرد چنگ بحر بالا کردگیم. حال یک سوال است که آیا از زیر بحرم چنگ میبروید؟ جوابش همی است بله. در بحر احمر چنگ بالا شد وقتی که بنی اسرائیل از بحر گذشتن. بحر وقتی که در طرف تقسیم شده بود، ز آسمان 40 ساله کاسه و خوان رسید، از دعایم جوی از سنگ جهید. آخه خانت هم بسوزه. گفت که 40 سال به دعای من خدای تعالی طعام شما را مهیا کرده است در بیابان. با یک دعا و با یک ضرب عصای من از یک سنگ خوره آب پرید، آب خورده. 12 جبار تقسیم شد، 12 سبت شما از همون آب میخورد. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کرده که خدای من تویی. اب پدرسک همین یک گوساله یک بربع گفت تو در رفتی در پیش سجده کردی؟ چه نبودی بدگمان در حقی او؟
چه نبردی شک چنین ای زیشت خو؟ آخه چرا در حق گوساله بدگمان نشدی؟ در حق موسی علیه السلام بدگمان بدی؟ در حق هارون علیه السلام بدگمان بدی؟ او چرا در حق یک گوساله بدگمان نشدی؟ سامری خطی باشد ای سگان که خدای برتراشد در جهان. پیش گاو سجده کردی از خری، پیش گاو سجده کردی از خری، گشت عقلت صید سحری سامری. بعد حضرت مولوی به شرحش میده که سببش چی بود. حضرت میگه چون که هر جنسی را باید جنسی خود، گاو سوی شیری نر کی رو نهاد. هر کس به همون جنسی خودش عمل میکنه. اون موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام، زکریا علیه السلام و پیغمبرای اهل ایمان هستند. اونا پیغمبرای مسلمان ها هستند که مسلمان ها به قدرشون میرسن. شیخ احمدی دیداد با یک نفر نصرانی بحث میکرد. در ضمن بحثش گفت در میان اپیسکوپای انگلیا، بریتانیای کبیر، یک تست گذروندن پنهانی با حامله شدن مریم بتول به شوهر. 67% اپیسکوپا میگه به همین شک داشتیم، باور نداشتیم. سبحان الله. اپیسکوپا ملای کلان نصرانی 67%ش شک داشتیم که عیسی علیه السلام به پدر تولد شده است. احمدی دیداد خدا رحمتش کنه به یک افتخار گفت برای ما مسلمانان فقط آیه قرآن کفایه است که اون روح خداست و کلمه است که خدای تعالی در بطن مریم عذرا انداخته استش. ما به همون ایمان داریم، یگان شک نداریم. چون که هر جنس را باید جنس خود، گاو سوی شیر نر کی رو نهاد. آی بنی اسرائیل صدقه موسی علیه السلام کنه. آن ابو بکر از محمد برد بو گفت هذا لیس وجه کاذب. حضرت ابو بکر که به قدر محمد صلی الله علیه و سلم می رسید، چهره شدید، گفت این چهره شخصی نیست که دروغ گوید. گفتن یا ابو بکر این دعوا میکند که من عثمان برآمدم، عرش رفتم. گفت این چهره مردی نیست که دروغ گوید، راست گفته است. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. چه نبود بو جهل از اصحاب درد، دید 100 شقی قمر باور نکرد. اما ابو جهل که از اصحاب درد نیست، از جنس محمد ها نیست، از جنس مسلمان و اهل ایمان نیست، 100 شقی قمر را به چشم دید اما باور نکرد، قبول نکرد. آینه دل صاف باید تا در او، واشناسی گوهری زیشت از نکو. متاسفانه وقت مونم تمام شده. همینجا انشالله سخن مون قطع میکنیم به وعده اون که اگر انشالله تو هفته آینده اگر سالم باشیم، پابرجا باشیم، صحبت از همین موضعی که قطع کرده ایم با ادامه خواهیم داد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. عطا کنه جمیع بلا و آفات از سر شو دور نگه بدارد. در حق برادر ما حاجی ولی جان و محمدی برادر، خداوند جمیع مراد و مقصوداشون حاصل گرداند و میل محبتشون به اسلام، به قرآن، به محمد در حق یا دو درچه داریم عبدالرحیم جان هم نام خدمت. خداوند صاحب زنی صالحه و فرزندای صالحش بگرداند. در حق ابراهیم برادر که برای مسجد صدقه جاریه کرد. چی جای ابراهیم؟ که ابراهیم جوان مرد است، ابراهیم تاجر است. مادرش، کمپیر مادرش وقتی درک یافت که در مسجد ساختمان می رود، انشاءالله نقشه داره مالی هم چیزاشون که بکشن سمیتش خلاص کنن، $50 برآورد زنی صالحه را ببینید. سبحان الله. همه شیر مردا ای شیر زنا می شوند، یک باره نمی افتند. حتی این زن صالحه شوهرش ترغیب به تشویق کرده است. ایام روسیه $50 روی کرده است که
برای مسجد صدقه جاریه شود. خداوند از جمیع بلا و آفات عائله را نگهبان باشد و پروردگار تقوا و محبت شونه بازم بیشتر زایی‌تر بگردونه. در حق برادر مراد علی، یک برادری مراد علی داریم استای، همه هفته گذشته چند بار جستجو کرده است نیافته استم. یک روز خانه آمد سحر گفت در حق دعا که اکمو بای نیستیم قدر امکان خودمون، مبلغ هم اندک نبود، همین معاش پرایک شروع بود، اگر بای میشدیم زیادتر میدادیم. گفتم آقای خدای تعالی ترا قلبی وسیع داده است، خدای تعالی ترا انمو غیرت داده است، سخاوت داده است، چی بسا بایایی هستند که یا تینشو ببروید جانشو میبروید. هم بابای مولانا کلابی ما بعضا در حق هم بعضی ثروتمندای مرده بخیل زمزمه میکنه دولتش را فیل بردارد میانش بشکند. همه پولش بسیاری است که تیلهاش در فیل بار کنه میگه میان فیل میشکنه. دولتش را فیل بردارد میانش بشکند، همتش را پشه بردارد به هندوستان برد. نه که هم به همتی هست که یا پشه همتش به هندوستان میبرد. خدا برکتت بده که جوان مرد بدن در کارید، مال و ثروت هم او نقش بازی نمیکنه. در حق شیخ حکمت الله و شاگرد مول محمد که در روسیه هستند دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلاها نگهبانشو باشد. این شاگرد ما محمد جان بود بیمار شده است، همین بیماری زرپروین، خداوند برای شفای کامل عاجل عطا کند که زودتر با نظم بر بگردد. در حق فرهاد جان که امروز عزم سفر روسیه دارد دعا میکنیم که خداوند سفرش به خطر بگرداند، سالم و غانم با بازگشتن به نزد فرزنداش به نزد پدر و مادر براش نصیب و روزی گرداند. یک اعلان است برادران برای مردمی محله قزاقان یک دو برای دیگرانی برای محله پگه حشر بدست ساعت 8 در پیش مکتب 88 جمع میشین ان شاء الله کاری خیره. هم محله اختونه تازه و آزاده میکنه، جبرای اختونه تازه و آزاده میکنه. من گفتم که همه حشر از اسلام است، اصلش از اسلام است، باید همیشه تازه و آزاده باشیم. خوب یک برادر نوشته است که من پسرچدار شدم، نامش رو حضرت بلال ماندم، در خوابم حضرت بلال ماندم و او رو نام ماندیم بلال الدین. دعای دستجع میکنه تا که پسرم خدمت شایسته و مثل بلال حبشی در اسلام عزیز کنده خدمتگار اسلام باشد. خداوند این بلال ترا و تمام بلال های اسلامی را، تمام محمد ها، تمام عبدالکریم و عبدالله و عبدالرحمن ها، تمام فرزندای اسلامی را خادم شریعت غرای محمدی به کمال برساند. آمین. خب یک برادر اسلامی یک تبلای وقتهای نماز خیر کرده است، در حقش دعا میکنیم که خداوند این صدقه جاریه‌اش قبول کنه. برادرها واقعا خیر میکنن، بعضیش گفته نمیتونیم اما دلخوره نشوه. ان شاء الله او صدقه جاریه‌ای که با اعلان نمیشه و اجر ثوابش از این اعلان میشه یا زیادتر و بالاتر است. خب یک برادر در ژاپن تحصیل علم داشته است، طلب دعا داشته است، فیضلی دعا میکنیم در حق این و در حق تمام طالب علمای ما، خواه طلب علمی دنیوی داشته باشند خواه دینی، که خداوند سالم با عقیده صحت سالم با علم دانش بازگشتن براشون نصیب روزی گرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.